سلام، وقت بخیر. میخوام تو این کلیپ خیلی تند و سریع و خلاصه بهتون توضیح بدم از دلایلی که باعث نشتی کولر شما میشه و باعث میشه که هزینه دست شما بیفته و گاز کولر شما بره. یکی از اولین دلایل اینه که کیفیت کولرهای تولیدی این سالا نسبت به سال‌های قبل اومده پایین‌تر، به کیفیت پایین‌تری دارن و لوله‌های نازک‌تری استفاده میشه و خیلی سریع‌تر اواپوراتور دچار نشتی میشه. معمولاً هم از این قسمت سمت چپ این یوها سوراخ میشن. دلیل اینکه این قسمت هم بیشتر سوراخ میشه واسه اینه که فشار گاز تو این اواپوراتور خیلی زیاده و در اثر برخورد گاز با دیواره این یوها، انگار سر پیچ هم هست، یو دیگه سر پیچه گاز با دیوارا برخورد میکنه و دچار خوردگی یوها به مرور زمان میشه. دلایل بعدیش میتونه این باشه که کولرها اگه لوله درین شما فاضلاب شما به فاضلاب شهری وصل باشه و فاضلاب خروجی خونه شما شکلگری چیز نشه باشه که اجازه نده گاز از فاضلاب برگرده به داخل سیستم و از طریق لوله درین وارد کولر بشه و این گاز با رطوبت روی کولر واکنش نشون میده، یه اسید تولید میکنه و اون اسید باعث نشتی کولر میشه که درصد خیلی پایینی داره، همچنان از دلایل اصلی نشت نیست. دلیل اصلی نشت همون یکی پایین بودن کیفیته و دلیل بعدی که میخوام الان خدمتتون عرض کنم. بزرگترین دلیل نشتی توی کولرها اینه: نصاب وقتی واسه شما کولر نصب میکنه کولر رو واکیوم نکنه. وقتی کولر رو واکیوم نکنه گاز کولر شما با رطوبت و هوای توی لوله قاطی میشه. وقتی این اتفاق میفته خلوص گاز شما میاد پایین، از لحاظ سرمایش کولر شما ضعیف‌تر میشه و اینکه این رطوبت و آب با روغن کمپرسور درگیر میشن و در این درگیر شدن فشار به کمپرسور میاد، روغن خاصیت خودش رو به مرور از دست میده و در این بین که داره خاصیت خودش رو از دست میده یه حالت اسیدی تولید میکنه و این اسید به همراه گاز و روغن توی سیب به چرخش در میاد و توی لوله ها عبور میکنه و وقتی توی لوله ها عبور میکنه در این قسمت که سر پیچ هم هست با برخورد اون اسید به یوها باعث خوردگی یوها میشه و باعث نشتی کولر میشه. پس حتما سعی کنید نصابی که واسه شما میخواد کولر نصب کنه حتما 100% از پمپ واکیوم استفاده بکنید. اگه این کارو نکنه شما صدمه به کولر خودتون زدید. این صدمه قرار نیست یک روزه، دو روزه، 2 ماه نشون داده بشه. توی کولرهای با کیفیت بالا شاید بعد 5-6 سال نشون بدن، ولی با توجه به کیفیت کولرهایی که الان امروزه توی بازار هست بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال ما کولرها می‌بینیم که دچار نشتی شدن. پس حتما این موارد رو رعایت کنید. خیلی ممنون. خداحافظ.